سلام، امروز اومدیم با گیم پلی دد بای دیلایت موبایل که الان من دارم سروایور میرم. من هنوز جنراتور رو پیدا نکردم. کیلر منو دید اولین نفر. این دست خیلی یاره خوبی داشتم تا من خوردم اومد فلاش گرفت که البته نشد دیگه. اینجا میاد نجاتم میده دیگه. من بقیش خود سرعت ویدیو رو میبرم بالا تا جایی که یه خود جذاب تر باشه بازی. اصلا نمیدونم چرا همش میرفته دنبال من. اینجا فکر کردم که خوردم و هم یه بحث مکس کردم. یار خوب اینه ها، باز فلاش انداختن منو انداخت. من نمیدونم چرا همش دنبال من بیاد به چون که بهش دنبال یکی دیگه جنراتور رو نزنن. همش دنبال من این دست باز منو زد. قشنگ دهنش رو سرویس کردن ها. بیا بازم اومد سمت من. ولی در کل اگه من جای کیلر بودم همه دنبال یه نفر نمیرفتم چون خیلی راحت دارن جنراتور میزنن. الان 3 تا مونده، یعنی از اول بازی که دنبال من بود. 2 تا دیگر هم میزنن. این موقعی که من میرم یه دونه مونده بود، اونم راحت میزنن دیگه. اینجا اشتباه کردم از در سمت راست نرفتم دیگه، همینجا خوردم. بچه من بیشتر که روی این ویدیو دقت کردم حس میکنم یارم چوب زده بودن، چون ببینید با چه سرعتی هر سری که من میخورم میرسن به فلاش میگیرن تو چشش. بچه نظرتون راجع به چیت همتیمیام تو کامنت بگید.
اینم از شانس من اومدم بپیچونمش خوردم. یه دونه جنتور مونده، من میذاره رو بک. این دست هم اینجوری شد، ولی خب خودشون منفی نگرفتم. بچه از اما حمایت کنید، لایک و کامنت و ساب یادتون نره.